عزیزان دوستان سلام و وقت بخیر. به این ویدیو و به کانال و چنل گیم آموزش خوش اومدید. عزیزان دوستان تو این ویدیو یه ویدیو آموزشی GTA و اگر هم دوست داشتید لایک کنید. این ویدیو وقتی که شما میرید داخل آب و ماشینتون خاموش میکنه، خب هیچ ترس یا هیچ مشکلی نداره. البته این ماشین که خودش یک ساعت خاصی داره خاموش نمیشه، خاموش میشه سخت. شما اگه ماشینتون نیست و خاموش میشه یه راهکار خیلی خفن دارم. قبل از راهکار نامشم چنل و کانال آپارات یوتیوب یک و سابسکرایب و فالو کنید. من میشم بریم سراغ ویدیو. این ماشین هنوز خاموش نیست. عزیزان دوستان دمتون گرم و این هم شاید آخرین ویدیو از GTA باشه قبل از بازی بتلفیلد، چون که البته از GTA تا وقتی که چنل باشه من از GTA براتون میذارم. این تا وقتی که بتلفیلد هم ویدیوشو بسازیم GTA ها آخرشه. ببینیم ماشین خاموش میشه. هر وقتی ماشین خاموش شد، خب یه لحظه من ماشین رو برم توی یک جای پر عمق توی بازی که واقعا دیگه ماشین به خاموش شدن عمیق و سختی بره. خب و کاملا ببینید الان توی عمیق ترین جای GTA یا عمیق ترین آبی هستیم. خب دیگه فقط آنتنمون یعنی خاموش نشد. چی شد؟ خب ببین لعنتی هنوز خاموش نشده. خب به خدا من در تعجبم، خدای من در تعجب. عزیزان دوستان ول کن این ماشین بیکارش، ویدیو رو کات میکنم تا این ماشین بیاریم. خب این نیسان سافاری آوردیم که ببین دیگه غرق شد. خب دیگه ماشین به خاموشی مطلق رسید. شما مود مینیوی رو که دارید F8 رو میزنید و ببینید مینیو کاستوم رو میزنید تا آخرین گزینه یا انجین رو روشن میکنی. ببین بازی به روشن شدن، بازی نه ماشین به روشن شدن در میاد و ماشین روشن میشه. دیدید ماشین روشن شد به همین راحتی. ببینید اگه خاموش شد باز همین شما انجین میزنی خودش یواش میاد بیرون و به به. یعنی این راهکار رو شاید بگم 98% نمیدونستید، به خدا نمیدونستید. عزیزان دوستان اگه به GTA و به آموزش های GTA علاقه دارید حتما این کانال رو سابسکرایب یا این چنل یوتیوب گیم آموزش رو سابسکرایب کن. واقعا خب حالا ببین این مشکل داره. خب شما F9 رو میزنی میایید اینجا شاید بگید این دیگه کامل خاموش شد، وگرنه درسته بازم انجین روشن میکنی میره کار میکنه. دیدی اصلا بهترین کار. و شما از آب آمدی بیرون حتما کاتاف بزنید چون که آبهای توی داخل موتور خالی بشه. خب GTA فیزیک داره اونم داره مثل واقعیتی. خب عزیزان دوستان امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و تا ویدیوهای بعدی GTA خدا نگهدار.